بده من. چند سال هست؟ چرا من 40 سال مرا. 40 سال؟ چی میگی؟ قدش لنگ شد. سلام، اگه میخواید کلکسیون پیرمرده حشری و عجیب غریب رو ببینید این ویدیو رو از دست ندید. آقا همین اول کاری اخطار رو بهتون بدم، یا هندزفری بذارید یا صدا رو کم کنید، چون کلی حرفای زشت و عجیب غریب قرار میشه. پدره باقی در بست دم بست شیر عطر پیغمبر و کس مادرات. در بست جانه مادر جنده گاه نداره، میخواد ما رو کس ننش شد. حالشو دریا در بست آی پسکشان در بست در بست آقا به حرکت دست این دوستمون و حرفاش دقت بکنید، ببینید به چی نتیجه میرسیم. من که به جای خوبی نرسیدم. خودم 9 سالم هست که مجردم، 2 سالم هست به شدت میگردم یه نفر رو پیدا بکنم برای زندگی. آخ آخ آخ، اونی که میخواستم گیرم نیومده، اونی که دوست داشته باشم اونم دوست داشته. اوضاع خرابه. آقا این بنده خدا میگه یه کوسه 500 کیلویی گرفتم، اون تو موجی باور نمیکنه و یه حرف زشتی میزنن. شاید من اشتباه میشنم، شما اما 3 بار گوش کنید ببینید چی میگه. یه کوسه گرفتم 500 کیلو آقا، شهودم دارم آقا. 500 یه کوسه 500 کیلو، یه ماهی هم 500 کیلو، 2 تا دونه. آقا اگه پیر میخوایم بشینم عین این ویدیو پیر بشین. ببین حاج خانم از خوبای محله، ببین حاج آقا رو چجوری قایمکی راه داده بود خونه، قایمکی هم ردش میکنه. آقا خیلی خفنید. این لابلا هم بچه اگه حال کردین از ویدیو سابسکرایب یادتون نره آشیتونو. آقا این حاجیه رو هم ببینید، میگه زن 25 ساله میخوام، با کلی حرفای جالب. اینو حتما ببینید. یک زن چی میخوای؟ زن 25 سالی. خب خودت چند سالته بده؟ ما خودم 82 سال. 80 اهل کجایی بده من؟ تربت هیدریا. تربت هیدر. زن چیکار شده؟ زنم 3 سال چی گفتم پشت کردم. حقوق چقدر بده؟ 2 میلیون. 2 میلیون؟ 2 میلیون حقوقته. زن 25 ساله. بعد هم تربت یا مشهد زندگی می‌کنی؟ ما برام اونجا زندگی. خانه امدیری از خودت؟ خانه یک ساختمان دولتیه. دولت درست کرده. دولت خوبه تا اینجا تیر اهلی هم هست. خب ببرمین که حرکت برکت هم داره؟ حرکت برکت هم هر شبادی مشکل تا 3 دفعه. شب 3 دفعه؟ توی این سن سال؟ ها بمیر سن سال. بشهد خدا خوب. چند سال هست بداره من؟ بشهد خدا خوب بخورم. خب الان چند سال هست بداره من؟ چند سال هست؟ چرا من 40 سال مرا. 40 سال؟ ماشاءالله. کلوفتی چقدره؟ کلوفتیش همسر چیزیا دسته بیل تیر خاله. توصیه این حاج آقا رو هم گوش کنید. میگه اگه میخواید تو زندگی زناشوییتون موفق باشید باید چیکار کنید؟ پس ویدیو رو گوش کنید. ما رو سوار ماشینت کردی، حالا ما یه سوالی بپرسیم. محبت میکنه سوالی چی هست؟ اما اسماعیل ما چه زنی بگیریم که بتونیم یه زندگی طولانی، یه عمر طولانی داشته باشیم، 100 سال بتونیم زندگی کنیم؟ اتفاقا خیلی سوال خوبی کرده. اگر میخوای عمر طولانی همیشه بهار باشه، همیشه شاد و خرم باشید، اولا خونه داشته باشید. زنی که میخوای بگیری اولا یه زنی که گرفتید لوچ لب قرمز ابرو تاتو نداره، سردت داشته باشه، هیچ چیزی باشه. یه زن سینه گنده بگیر. بله.
هر موقع اینو شما دیدید همیشه شاد خرمه. 100 سالم عمر میکنه. مرده های دیگه هم عمرت 20 سال از اونا بیشتر اگه زن سینه گنده بگیری. آفریده خداست دیگه. شما میخوای یه زنی بگیری سینه هاش گنده باشه، هی لحظه حتی یه چای برات بیاره جهان را به لحظه در میاره. از این زنا بگی. اخلاق، رفتار، برخورد این زن هم عالیه. حالا از داداشت این نکته ها رو داشته باش. آقا الان که نه، اما قدیما با 7 تا تک تومن کلی کارا میشد کرد. گوش کنید ببینید چی میگه حاج آقا. الان پسرا شده قشنگ 30 و خورده 37 8 سال، دخترا هم نزدیک 27 8 سال به بالا. ما اینجا داشتیم، اگه این سانسور بشه خوبه. شهرنو داشتیم اینجا ارضا میشه، رفتی تا شب تا صبح میخوابیدی با 7 تومن 7 تک تومنی. حالا امروز که شهر نو نداریم جوونا چیکار کنن؟ جوونا هیچی، با خودشون برمی میرن دیگه چاری. آقا این بنده خدا حاجی رفته آوربانک، کارتش شد آوربانک خورده، حالا با بیل افتاده تو جون بانک داره میشکونه شیشه ها رو. نگاه کن ببین چیکار کرد. آقا این ویدیو نشون میده که دود از کنده بلند میشه. حاجی 2 تا داف اسمی تو خیابون دیده، خیلی حرفه‌ای رفته شماره بده. اسم چیه؟ با اسم من چیکار داری شما؟ با اسم من چیکار داری؟ چیکار؟ میگم با اسم من چیکار داری؟ داد بگیرم خوشم میاد ازت، بد کار میکنم که خیلی من خیلی بد بیافهم. نه شما خیلی خوش بیافی. خوب خوشی تو دیگه. جانو ثواب شم دور بدم یه ماسک بکنم 100,000 تومان بدم پیاده. بیا برو آقا بیا اینجا آماده است. این کاغذه رو بده من. ببین جانو این فقط برای ماسک گذاشتم اینجا. برو خیلی یا اول برو. یعنی 100,000 تومان هم گیرانه. بله. پس اونجا چی چنده؟ برو خجالت بکش. اونجا چنده؟ برو خجالت بکش. چرا عزیزم دوست دارم بدکاری میکنم. خب قربانت رفتم دیگه. برو. دستت درد. آقا اخطار دومو جدی بگیرید، هندزفری بذارید، صدا رو کم کنید. نگید نگفتی. زیر بارون زیر پل کارو آخ جونم دختره گولم زد بابا دست به دولم زد دولم بلند شد قدش لنگ شد دولم گرمه تو مشتش گرد زلاوه پشتش گفتم فرشته بابا این کارا داشته بابا دولم ولشته گفت دولت قشنگه این پشمای اداره دولت پشت پلنگه درای لا 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 لا. آقا ورزش برای هر سنی خوبه، یعنی باعث سلامتی. آقا این ویدیو هم مختص فقط اهل دلا میفهمن، زیاد به خودت سخت نگیر جوون، فقط اهل دلا. این دایی هم ببین این کریس انجل حرکات نمایشی انجام میده. نگاه کن حلالت باشه، نگاه کن سیگار انداخت جانم. خدایی 5 تا دختر آدم اینجوری جذب نمیکنن که این حاجی داره اینجوری جذب میکنه آدمو. دایی از خوبای دور همی جمع کنه ها، یعنی قشنگ مجلسو دستش میگیره. کرونا که دیگه این حرفا نیست، رفته تمام شده. نه گم میخورن اونا مزخرف. آقا به حرکت دست چپ و راست این حاجی اشاره کن، میگه بیا بغل من بشین. کلی حرف داره، کلی معنا داره این اشارات اون دست.
Don't burn me. I'm not gonna get closer. Ready? What are you gonna do with that? Stick it up your fucking head. I love you. I love you too. Okay. ای ترکیه چه حالی دارم میکنم خاک تو سرتون بیشورا احمقا چه حالی دارم میکنم جون الان دوست دخترم میاد. آقا اگه تا اینجا اومدین ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید که قراره کلی باز بهتره کنیم. حواستون هست؟